یه سوال ازت دارم. چرا ما 12 سال مدرسه میریم ولی هنوز خیلی چیزای پایه‌ای یادمون نمیمونه؟ چرا یکی میتونه توی یه ماه یه زبان جدید یاد بگیره ولی یکی دیگه سالها کلاس میره و آخرش هیچی بلد نیست؟ جواب ساده است. فرقش توی روش یادگیریه، نه استعداد. علم نشون داده که اگه چند تا تکنیک خاص رو بلد باشی میتونی سرعت یادگیری تو 10 برابر کنی. و قول میدم اگه این ویدیو رو تا آخر ببینی دیگه هیچ وقت مثل قبل درس نمیخونی. اگه الان قطع کنی بدون که داری یه چیزی رو از دست میدی که شاید سالها جلوت بندازتت. بازیابی فعال یعنی اکتیو ریکال. توضیح علمی. تحقیقات دانشگاه واشنگتن نشون داد دانشجوهایی که بعد از خوندن خودشونو امتحان گرفتن 2 برابر بیشتر یاد گرفتن نسبت به اونایی که فقط مرور کردن. چرا؟ چون وقتی خودتو مجبور میکنی چیزی رو به یاد بیاری، مغزت مسیر عصبی جدید میسازه. مثال عملی، کتابو ببند و بر خود توضیح بده. یا یه برگه سفید وردار و بدون نگاه کردن نکات کلیدی رو بنویس. تشبیه، این مثل ورزش کردنه. خوندن مثل نگاه کردن به تمرین بدنسازیه، ولی اکتیو ریکال مثل اینی که خودت وزنه بزنی. شکستن مهارت یعنی چانکینگ. مشکل، بیشتر آدما میخوان همه چیزو یک جا یاد بگیرن. نتیجه، خستگی و ول کردن. راهکار، هر مهارت رو تکه تکه کن، مغز اطلاعات کوچیکو خیلی راحت‌تر ذخیره میکنه. مثال عملی، زبان یاد میگیری؟ به جای اینکه کل گرامر رو بزنی به بدن، اول 100 تا کلمه پرکاربرد رو یاد بگیر. بعد جملات ساده بساز. بعد برو سراغ داستان کوتاه. تحقیق. آندرس اریکسون، پدر تمرین هدفمند، میگه شکستن مهارت به بخش‌های کوچیک به علاوه تمرکز روی بخش سخت کلید یادگیری سریعه. تشبیه، کوهو نمیشه یهو فتح کرد، ولی اگه تیکه تیکه بری بالا حتما قله رو میبینی. تغییر محیط یادگیری. تحقیق، دانشگاه میشیگان نشون داد دانشجوهایی که همون مطلب رو توی 2 محیط مختلف خوندن 2 برابر بهتر یاد گرفتن. چرا؟ چون مغز یادگیری رو به محیط قفل میکنه. مثال عملی، یه بار توی اتاقت بخون، دفعه بعد توی کافه مرور کن. یا همون مطلب رو با صدای بلند توی پارک برای خودت بگو. تشبیه، انگار داری یه فایل رو روی چند تا هارد مختلف ذخیره میکنی. هر وقت یکی خراب شد، بکاپ داری. بدن. سوخت یادگیری. تحقیق، هاروارد نشون داد فقط 20 دقیقه ورزش سبک قبل از مطالعه قدرت یادگیری رو 20% افزایش میده. چرا؟ چون ورزش BDNF آزاد میکنه. کود مغز. مثال عملی، قبل از نشستن پای کتاب 20 تا اسکوات بزن یا یه پیاده روی کوتاه برو. همین کار ساده مغز تو روشن میکنه. تشبیه، بدون بنزین نمیشه ماشین رو روشن کرد. بدن سالم، موتور یادگیری پرقدرت. بازیسازی یا گیمیفیکیشن. مغز عاشق پاداش و دوپامینه. راهکار، یادگیری تو تبدیل به بازی کن. مثال عملی، یه چالش 30 دقیقه بدون حواس پرتی بذار. هر بار موفق شدی برای خودت یه جایزه کوچیک بده. مثلا یه موزیک گوش بده یا یه شکلات بخور. مثال دیگه، از اپلیکیشنایی مثل دوالینگو استفاده کن که یادگیری رو مثل بازی طراحی میکنن. تشبیه، فرق بین دویدن توی خیابون و دویدن توی یه بازی کامپیوتری. وقتی بازی باشه انگیزت 10 برابر میشه. یادگیری در خواب. تحقیق MIT، مرور قبل از خواب 40% حافظه رو تقویت میکنه. راهکار، درست قبل خواب 10 دقیقه مطالب مهم رو مرور کن یا فایل صوتی درس رو آروم بذار. چرا؟ چون مغز توی خواب اطلاعات روز رو طبقه بندی میکنه. مثال عملی، امتحان داری؟ قبل خواب فقط نکات کلیدی رو مرور کن، نه جزئیات. صبح میبینی چقدر محکم توی ذهنت مونده. تصویرسازی ذهنی. مغز تصاویر رو 3 برابر بهتر از کلمات ذخیره میکنه. مثال، میخوای لغت تری رو یاد بگیری؟
یه درخت بزرگ توی ذهنت بکش که روش نوشته شده tree. تحقیق: آزمایش‌های روانشناسی نشون دادن دانشجوهایی که از تصویرسازی استفاده کردن 3 برابر سریعتر لغات جدید رو حفظ کردن. راهکار: برای هر مطلبی یه تصویر بساز. فرمول ریاضی: یه داستان تصویری براش درست کن. یادگیری سریع یه استعداد مادرزادی نیست. اینا ابزارهاییه که میتونه مغزتو به یه موشک یادگیری تبدیل کنه. حالا انتخاب با توه. میخوای مثل بقیه سالها وقت تلف کنی یا با همین روش‌ها توی چند ماه به جایی برسی که بقیه توی چند سال نمیرسن؟ اگه این ویدیو برات مفید بود، لایک کن، ساب کن و زنگوله رو بزن، چون توی ویدیوهای بعدی میخوام چیزایی رو بگم که حتی خود استادا توی دانشگاه هم بلد نیستن و باور کن از دست دادنشون یعنی جا موندن.